عزیز 20 август 2026 در چهارباغ از درون باغ سبزار گذشته شده با یک بیخ سیبی مودی رو دیدم سراش همه خیلی در زمین خم زدگی در باغ من از همین سیب از این سیب دو دانه بستگی است خیلی سیب شده است ده هم کم میموندید بینید که در روز روی میشد است بزرگیر میشد است کم میموندید در روز روی میشد است این کم بستگی این ببینید باید یک تازه کنم من بعد نورگیرم من انا ببینید این سیب رو بگمانم که در این چهارباغ چنون گرم است که همه شهری دوشنبه ده انا ببینید جایی که آفتاب نرسیده سالی سبز است آفتاب رسیدگاش صبح سرخ میشد من فکر میکنم در همون منطقه قمسنگی رو قربان تپه هم خیلی سرخ شود این فکری من است خیلی سنجیده دیدم در کل چهارباغ ورزا بسیار میشود لیکن در شهر است آخه چهارباغ ورزا با یک 40 کیلومتر بالا است از ما همداران عزیز من در پناه خدا باشید یگان گپی گفتنی داشته باشید مرحمت نویسید از این درخت ما کمتر داریم 900 00 44 89